قراره توی این ویدیو شما رو با تازه عروسای سال 2021 آشنا کنیم. عروسایی که با وجود همه‌گیری کرونا جشن عروسی گرفتن یا اونایی که خیلی بی سر و صدا ازدواج کردن. پس اگه شما مثل من کنجکاوین که با این بازیگرای تازه عروس آشنا بشین، همین حالا عضو کانال لنز بشین و تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. شماره 1. اجه چشمی‌اولو. اجه از سال 2017 با بازیگر معروف ترک تانر اولمز رابطه عاشقانه رو شروع کرد. تانر تو زمستان 2020 در شهر بروخه بلژیک در حالی که روی یه پلی در حال قدم زدن بودن به اجه پیشنهاد ازدواج داد و اجه هم این پیشنهاد رو قبول کرد. به گفته اجه این پیشنهاد غیرمنتظره ازدواج در جایی که اون علاقه زیادی به دیدنش داشت برای اون مثل یه رویا بود. این زوج دوست داشتنی در ژوئن 2021 با هم ازدواج کردن و به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا ترجیح دادن جشن ازدواجشون با تعداد کمی مهمون برگزار بشه. شماره 2. سوینچ اربولاک. سوینچ که یه سالی میشد با مهندسی به نام ولکان جنگن در ارتباط بود، با یه حرکت غافلگیر کننده و در یه مراسم غیرمنتظره در ژوئن 2021 با اون ازدواج کرد. سوینچ در مورد چطوری راضی شدنش واسه ازدواج گفت: ولکان بهم گفت که بدون تو نمیتونم زندگی کنم و نمیدونم اصلا چطور تا این سن تونستم. منم ازش فرصت خواستم تا با چند نفر مشورت کنم و در آخر اینجوری بود که قبول کردم. البته این تازه عروسمونم قبلا یه بار ازدواج کرد و یه فرزندم داره. شماره 3. زینب باستیک. این خواننده و بازیگر ترک که از سال 2018 رابطه عاشقانه‌ای رو با مدیر برنامه‌هاش تولگا آکیش شروع کرده بود، در جولای 2021 در یک مراسم ازدواج زیبا با اون ازدواج کرد و افراد مشهوری از جمله دمت özdemir و اوزهان کوچ توی جشن اون شرکت کردن. تازه عروسمونم با آهنگایی که توی اون شب برای مهموناشون اجرا کرد همه رو هیجان زده کرد. زینب میگه تولگا در روز 5 رابطمون به من پیشنهاد ازدواج داد و منم با قلبم به اون جواب بله دادم. زینب در مراسم خودش 3 لباس مختلف پوشید که یکی از یکی گرونتر و زیباتر بود. شماره 4. دنیز اور. این بازیگر تو سال 2017 با بازی در سریال یک عشق دیوانه کننده با اردینچ گولنر آشنا شد و بعد از 4 سال در ژوئن 2021 در یک مراسم ساده با هم ازدواج کردند. اردینچ گولنر در رابطه با دنیز گفته که ما خیلی با هم راحت هستیم و حتی بدون حرف زدن هم میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم. اما باید بگم که این تازه عروس ما قبلا 2 بار ازدواج کرد و 3 بچه هم داره. شماره 5. اویا اونوستاسی. اویا سالها پیش قبل از اینکه در سریال هر جایی با احمد تانسو تاشانلار همبازی بشه با اون نامزد بود. اما در اون زمان رابطه اونا به ازدواج ختم نشد تا اینکه بعد از سالها این زوج دوباره در کنار هم قرار گرفتن و عشق بینشون دوباره شعله‌ور شد. اونا با تموم شدن نقششون در سریال هر جایی شروع دوباره عشقشون رو در مارچ 2021 به همه اعلام کردند و در نهایت در سپتامبر 2021 در مراسمی با حضور اکثر همبازیاشون در این سریال ازدواج کردند. یکی از شاهدین عقد اونا انگین آکیورک بود که دوست صمیمی آقا دوماد به حساب میاد. اصلاً میدونین کدوم یکی از اون تازه عروسای ترک در زمان ازدواج خودش باردار بوده؟ پس بی معطلی عضو کانال لنز بشین و در ادامه این ویدیوی باحال همراه ما باشین. شماره 6. برج کیراتلی. برج کیراتلی و سینان آکچیل در سال 2018 با هم در آمستردام ازدواج کردند. حتما الان از خودتون میپرسین خب پس چه ربطی به تازه عروسای سال 2021 داره؟ جونم براتون بگه درسته که ازدواج کردن ولی 9 ماه نشده جدا شدن. اما انگاری عشقشون به هم با این جدایی تموم نشد و اونا دوباره با هم رابطه برقرار کردن و بعد از چند بار قهر و آشتی سینان با ساز و دهل به خواستگاری برجو رفت و اونا برای بار دوم در 22 فوریه 2021 با هم ازدواج کردند. با این تفاصیل برجو یکی از تازه عروسای امسال به حساب میاد. اینم بگم که مراسم ازدواج این زوج با این شرایط همه‌گیری کرونا و بدون رعایت کردن فاصله اجتماعی و ماسک زدن کلی انتقاد و واکنش به همراه داشت.
شماره 7. ازگ اسپیریچی. این بازیگر پرطرفدار از سال 2014 رابطه عاشقانه‌ای رو با بازیگری به نام بوراک یامانتورک شروع کرد و همین چند ماه پیش بود که ازگ با خبر بارداری خودش همه رو شوکه کرد. اینجوری شد که این زوج به سرعت برق و باد تصمیم به ازدواج گرفتن. در نهایت اونا تو سپتامبر 2021 در یه مراسم ساده و خانوادگی در مارماریس با هم ازدواج کردن و تازه عروسمون هم به همین زودی دخترش رو به آغوش میگیره. البته گفته میشه این زوج قصد دارن بعد از به دنیا آمدن دخترشون عروسی باشکوهی در استانبول برگزار کنن. شماره 8. ایجه ارکن. این بازیگر که قبلا 2 ازدواج ناموفق رو همراه با خشونت و کتککاری تجربه کرده، در ژوئن 2021 برای 3مین بار عروس شد و ازدواج کرد. ایجه در ژوئن 2021 به همراه همسر وکیل شافاک مهمودیازیچوغلو عکسی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت و نوشت: سلام به همه، ما ازدواج کردیم، و اینجوری این خبر رو به هوادارش اعلام کرد. شماره 9. ویلدان آتاسور. ویلدان که همسر اول اسماعیل حاجی اولو بود و در سال 2015 از اون جدا شده بود، در سپتامبر 2021 بعد از 1 سال رابطه عاشقانه با خواننده و موزیسین ترک مهمت اردم طی یه مراسم خانوادگی که در هتلی در استانبول برگزار شد ازدواج کرد. شماره 10. هانده اونال. این تازه عروسمون جزو بازیگرای معروف ترکیه نیست، اما همسر اون یکی از محبوب ترین بازیگرای ترکیه به حساب میاد. جونم براتون بگه هانده اونال و اسماعیل اگشاشماز بعد از یه مدت رابطه عاشقانه در اواخر سال 2020 در حضور خانواده هاشون با هم نامزد شدن تا اولین قدم رو در راه ازدواج بردارن و در نهایت در جولای 2021 در مانیسا ازدواج کردن. خب بگیم ببینم از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ دیگه شما چه تازه عروسایی رو میشناسین که جاشون توی این لیست خالیه؟ بگیم ببینم شما هم مثل من دلتون واسه یه عروسی لک زده یا نه؟ مثل همیشه نظرات خودتون رو برای ما بنویسید و با لایک کردن این ویدیو و عضویت در کانال لنز ما رو در ساخت ویدیوهای بیشتر و باحال‌تر حمایت کنید.